مستر بیست بزرگترین یوتیوبر جهان بعد از آپلود 455 تا ویدیو وایرال شد. پیکاسو در طول زندگی خود 1885 اثر هنری خلق کرد، اما تنها 30 اثر از اونها به عنوان شاهکارهای بی‌نظیر و ماندگار شناخته شدند. توماس ادیسون در طول زندگی خود 1093 اختراع ثبت کرد، اما تنها یکی از اونها یعنی لامپ الکتریکی او به شهرت جهانی رسید. جی کی رولینگ 12 بار توسط ناشران مختلف رد شد تا سرانجام با مجموعه هری پاتر به موفقیتی تاریخی رسید و دنیای ادبیات را تغییر داد. والت دیزنی بیش از 300 بار برای گرفتن سرمایه برای ساخت دیزنی لند درخواست داد و هر بار جواب رد شنید، ولی امروز نامش نماد رویا پردازی. مایکل جردن در دوران نوجوانی حتی از تیم بسکتبال مدرسه کنار گذاشته شد، اما اکنون به عنوان بهترین بازیکن تاریخ بسکتبال شناخته میشه. هیچ موفقیت بزرگی یک شبه اتفاق نمیافته. پشت هر دستاورد بزرگ ساعتها، روزها و سالها تلاش، شکست و استمرار نهفته است. زمان کاشتن بذر با زمان برداشت محصول یکی نیست. صبور باش و به مسیرت ادامه بده. ما رو همواره کن تا بهت انگیزه بدیم.